با سلام خدمت زبان آموزای عزیز، درود به شما. امیدوارم که خسته نباشید. Ja, hallo, hier spricht Mori. Habe ich پشت تلفن میگم. Also es freut mich, dass wir miteinander Deutsch lernen können. Ja, الان خب من با آلمانی صحبت نمی کنم چون سطح پایین هست. خب سعی میکنم بیشتر درس بدم، ولی خب خودم رو سعی میکنم معرفی کنم تا به گوشتون آشنا بشه. Mein Name ist Mori. Ich heiße Mori. Also es freut mich خوشحالم dass wir miteinander که ما با هم دیگه Deutsch lernen können، که با هم دیگه میتونیم Deutsch یعنی آلمانی یاد بگیریم. اوکی؟ شروع میکنیم. Es geht los. در درس 16 یا 17 الان میشه 18 دیگه. خب در درس 17 شما کاربرد ضمیر ملکی رو آشنا شدید، باشون کار کردید. سوالی داشتید در خدمتتون باز هستم، کامنت بگذارید. الان میخوام براتون اینا رو که خوندم براتون بگم. در جلسه قبل خوندم و فیلممون تموم شد. خب قشنگ خیلی ساده است، دقت کنید. Das ist ihr Mann. او همسر او، یا Das ist mein Mann. چیز خاصی نداره. Das ist ihre Frau. او همسر شماست. همسر شماست. ihre. Das ist ihr Kind. او بچه شماست. حالا بگید mein Kind. چیزا یا بگید اینجا بگید deine Frau. اینا چیزای جدید نیست، ما با اینجا کار داریم. خب Ich sehe den Mann. Ich sehe den Mann. من اون مرده رو میبینم. اگه بگید من میبینمش چی میشه؟ میشه Ich sehe ihn. خب یکی میگه آقا من میخوام بگم من تو رو میبینم، کاری نداره. Ich sehe dich. درسته؟ حالا میخواد بگه اون منو میبینه یا تو منو میبینی. Du siehst mich. نه چقدر ساده. جای مفعولتون این ضمیر رو قرار میدید. خب اینجا Ich sehe ihre Frau. حالا میخواید بگید من میبینمش. اینجا شو Ich sehe ihre Frau یعنی من همسر شما رو میبینم. حالا بگید من میبینمش میشه Ich sehe sie. اینه هاشش، ببین گیرش آوردم. اینه این میشه زن، او زن، میبینمش. این میشه آنها را میبینم. خب Ich sehe dein Kind. بگید من میبینمش. اس. اینه هاشش. حالا این جدول تمام اینا رو در 2 لکسیون آینده میدم. شاید الان نگران باشید بگید واه اینا رو باید جدول بشه، ما قشنگ میتونیم مقایسه کنیم، آرتیکل رو به رو هم نوشته بشه. این کارو خواهم کرد. الان آشنا بشید. خب Ich sehe sie. من زنه رو میبینم. حالا بگید من آنها رو میبینم. خب این Ich sehe sie زنه رو میبینم، آنها رو میبینم هم میشه چی؟ زی. من اینجا دوباره می‌نویسم زی. خب شاید بپرسید از کجا تشخیص بدیم. این خب زمانی که شما در مورد جمع صحبت میکنید میگید من اونها رو میبینم. اون کسی که با شما داره صحبت میکنه متوجه میشه منظور شما این زی هست یا این زی هست. در واقع داخل صحبت متوجه میشن مخاطبان و اونایی که آلمانی زبان هستن. بگید من شما رو محترمانه رو میبینم. به شفتون، به رئیستون میگید من شما رو میبینم. ببین زی بزرگ شد، میبینید این هست Ich sehe sie. خب من شماها رو میبینم. Ich sehe euch. دقت میکنید؟ Das ist dein das ist nominativ. به این نمیتونید دست بزنید. ما فعلا با آکوزاتیو کار داریم. ببینید خیلی ساده، خیلی ساده. یه فعل آکوزاتیوی دیگه میشه نام ببریم. بله من مینویسم Ich liebe dich. دوست دارم. Ich liebe dich. اگه بگید من او زن را دوست دارم میشه Ich liebe sie. حالا ممکنه اون زنه میگه من او مرده رو دوست دارم، دوستش دارم، میشه Ich liebe ihn. اگه بچه رو دوست داشته باشید Ich liebe es. خب حالا میخواید بگید من مادرم رو دوست دارم، دیگه نمیگید من مادرم و meine Mutter.
میگید دوستش دارم، دوستش دارم. زی ich liebe زی که در اینجا نوشتیمش. خیلی ساده است. این هم از ضمایر مفعولی منتها آکوزاتیو. حالا میریم سراغ ضمیر مفعولی داتیو. خب دقت کنید بچه‌ها. Du hilfst einem Kind. خب میگیم du hilfst meinem Kind. تو بچه من کمک میکنی. آرتیکل من meinem Mann عذر میخوام. میتونیم به جاش ضمیر بیاریم. تو کمکش میکنی. Du hilfst meinem Mann یا du hilfst ihm. ببینید اینه هاشش. اینه ها، این هستش. ihm. حالا بگید که من کمک میکنم به تو. خب ich helfe dir. اینه هاشش. بگید تو کمک میکنی به من، یا آره تو کمک میکنی به من. عذر میخوام اینجا باید من میه می نوشتم، دیگه نوشتم. همین du hilfst mir. تو به من کمک میکنی، این میه. حالا بگید تو کمک میکنی به اون زنه. اینه ها، اینجاست. ایه. du hilfst ihr. شما به پدرتون کمک میکنید، منتها میخواید بگید من بهش کمک میکنم. میشه چی؟ ich helfe ihm. حالا این ایم یا این ایم فرق نمیکنه. این برای مرده که آرتیکلشون دره، اینم کلماتی که آرتیکلشون داسه، هیچ فرقی نداره. حالا بگید من به شما کمک میکنم. میخواید مثلا به یه نفر که باش رو دعواسی دارید و اون رو شما خطاب میکنید، میگید du hilfst ich helfe hallo Herr مثلا یا Frau Schneider ich helfe Ihnen. ich helfe Ihnen. دقت کردید؟ خیلی ساده است. و uns خواهید بگید او مرده به ما کمک میکنه. hilft به ما. uns این هاشش اینجاست. خب دقت بفرمایید که کلماتی که آرتیکلشون دره، کلماتی که آرتیکلشون در هست، شما بایستی ضمیر جانشین جانشین براش به عنوان ایم، ضمیر مفعولی در واقع، ضمیر جانشینی که مفعولیه، ایم قرار بدید. اونایی که آرتیکلشون دی هست مثل موت باید ایه بگید. اونایی که آرتیکلشون داسه باید ایم بگید. و اونهایی که آرتیکلشون باید بگید من با آنها کمک میکنم. ich helfe ihnen. زی و اینم زی محترم. فرضاً میگید که دارید به اونها اشاره میکنید، میگید که زی خب به آنها میخواید کمک کنید. این زیه آکوزاتیوه. زمانی که شما بخواید بهشون کمک کنید میشه ich helfe ihnen، یعنی ضمیرشون داتیوی میشه. حالا اگر نخواید اینن بگید ich helfe ihnen یعنی من به آنها کمک میکنم، بایستی اسمش رو بیارید. مثلا den، نمیدونم، مثلا den Männern، من به مردان کمک میکنم. دقت کردید؟ حالا این مردان رو شما اگر بردارید ich helfe den Männern، من به مردا کمک میکنم. اگه بردارید میشه من به آنها کمک میکنم، میشه ihnen. این زیه در واقع کننده کار شما بود که شما خواستید نشون بدید به این زیها، یعنی به آنها کمک میکنید. Hallo Chef, wie geht es Ihnen? Ich möchte Ihnen helfen. شما بهش کمک میکنید. خب ضمیر ملکی رو شناختید، بحث رو بعدها باز خواهیم کرد. امیدوارم که متوجه شده باشید. تمام درس رو شب و روزتون خوش.